عمر خیام. عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. از هرزه به هر دری نمی باید تاخت، با نیک و بد زمانه می باید ساخت. از تاسک چرخ و کعبتین تقدیر، هر نقش که پیدا شود آن باید باخت. این کوزه چو من عاشق زار بوده است، در بند سر زلف نگار بوده است. این دسته که در گردن او می بینی، دستی است که بر گردن یار بوده است. این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت، چون آب به جوی بار و چون باد به دشت. هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامده است و روزی که گذشت. ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست. خیمه خیام.